سلام دوستان، رو پایه 7.5 دکولوره میخوام یه ترکیب رنگ از برند والوار براتون بذارم. حجم اصلیمون نسکافه‌ای 8 ممیز 47، نصف حجم اصلیمون شکلاتی 6 ممیز 7 و اندازه رنگ دوممون 3 و 1-2 سانتم 6-20 شرابی بنفش با اکسیدان 3% روی دست موامون ترکیب و ماساژ میدیم. بعد از 10 الی 15 دقیقه مکس نتیجه کار این رنگ زیبایی میشه که داریم تو تصویر میبینیم. ممنون از همراهیتون.